سلام، به برنامه دیگه از کانال ناگفته‌های تاریخ ادیان الهی خوش اومدید. باز هم با شما عزیزان در یک برنامه دیگه همراه شدیم تا نگاهی داشته باشیم به یکی از مرموزترین تئوری هایی که در مورد حیات در سیاره زهره باقی مونده. در خیلی از روایات و افسانه ها داریم که سیاره ناهید مکان زندگی شیطان هستش و شیطان پرستان هم به همین خاطر احترام خاصی برای این سیاره که به شکل یک ستاره در آسمان ظاهر میشه قائل هستند. امروز اما جدای از شیطان پرستان کسان دیگه هم هستن که ظاهرا نشانه های حضور یک نوع حیات رو در این سیاره کشف کردن. آیا این همون شیطان هستش که نشانه هایی رو از خودش به جا گذاشته؟ با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. علمایی که به دنبال نشانه‌های حیات در سیاره‌های دورافتاده هستند، بعضی از تئوری‌ها و اظهار نظرهای جالبی رو ارائه میدن. یکی از این تئوری‌ها به ویژگی‌های منحصر به فرد سیاره زهره متکیه. در حالی که اکثر ما با دمای بسیار بالای سیاره زهره آشنایی داریم، بعضی از علما اعتقاد دارند که شرایط مختلفی در ارتفاعات این سیاره ممکنه که این اظهار نظر عجیب رو پایمالی بکنه. به عنوان مثال در ارتفاعات بالای کوههای سیاره زهره دما به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح زمینی سیاره هستش. این قدرت خنک کنندگی از اندازه کوهستان‌ها و شرایط جوی متفاوت میتونه زندگی رو در این نقاط ممکن بکنه. همچنین بعضی از نشانه‌ها از وجود آب زیرزمینی در سیاره زهره هم به دست اومده که میتونه محیطی مناسب برای وجود حیات ایجاد بکنه. در نهایت تا زمانی که دلیل مشخصی برای وجود حیات در سیاره زهره ارائه نشده باشه، این اظهار نظر به عنوان از آرایه‌های علمی در دنیای ستاره شناسی باقی بمونه. اما بدون شک این نوع اندیشه و تفکرات نوآورانه در میان علمای فضاشناسی همواره به دنباله‌های جالبی خواهند انجامید. جین گریوز، سرپرست تیم علمی دانشگاه کاردیف سیتی در ولز، با اظهارات جسورانه‌ای به مفهوم حیات در سیاره زهره پایان داد. او تونسته فسفین رو در عمق‌های عمیق‌تری از سیاره زهره کشف بکنه و این کشف اعتقاد او به امکان وجود حیات در این سیاره رو تقویت کرده. این اظهار نظر معتبر از دانشمند معتبر در نشست ملی نجوم انجمن سلطنتی کاردیف سیتی مطرح شده و نقلی از توییتر و فضای مجازی نیست. با وجود تشابه‌های حجمی بین سیاره زهره و زمین، کشف حیات در زهره این دو سیاره رو به توافق جدیدی دعوت کرده. در حالی که شرایط در سیاره زهره به دلیل دمای خیلی بالا به چالش کشیده میشه، کشف فسفین در این سیاره نشون میده که ممکنه شرایط مناسبی برای حیات در ارتفاعات و مناطق خنک‌تر وجود داشته باشه. در سال 2020 تلاش‌های دانشمندان برای بررسی شرایط زهره به کشف فسفین منجر شد. این کشف باعث افزایش توجه به سیاره زهره و امکان حیات در اون شد. هرچند فسفین به تنهایی نمیتونه نشانه قاطعی برای وجود حیات باشه، اما میتونه اثبات کننده وجود موجودات زنده در جو یک ستاره باشه. جین گریوز و همکارانش با استفاده از تلسکوپ کلارک ماکسول در رصدخانه هاوایی اقدام به بررسی اتمسفر سیاره زهره کردند و نتایج جالبی رو دریافت کردند. برخلاف تصور عمومی در مورد حیات در سیارات خارجی، معمولاً اشاره به میکروارگانیسم‌ها یا موجودات کوچیکی دارند که با میکروسکوپ‌ها قابل رؤیت هستند. این موجودات میتونن شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و پروتوئازها باشن و در محیط‌های مختلف و در سیارات متعدد زندگی بکنن. میکروارگانیسم‌ها بیگانگانی هستند که محققان و ستاره شناسان از اونها صحبت میکنن. دانشمندان این پروژه باور دارن که فسفین فقط و فقط به دلیل وجود میکروارگانیسم ها تولید میشن و هیچ فرایند دیگه‌ای نمیتونه باعث به وجود اومدن این گاز بشه. در سیاره ما هم قاعده کلی به همین شکله و دلیل اصلی به وجود اومدن فسفین فعالیت موجودات زنده و میکروارگانیسم ها هستش. کشف فسفین به همین دلایل در سال 2020 بحث‌های زیادی رو درباره وجود حیات در ناهید به راه انداخت. هرچند دانشمندان این پروژه
اعلام کردن که وجود گاز فسفین میتونه وجود حیات در زهره رو ضمانت بکنه، اما بررسی‌ها نشون میده که دلایل دیگه‌ای هم میتونن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دلیل تولید این گاز باشن. برای مثال فرسایش سنگ‌های حاوی فسفر میتونه در بلند مدت موجب تولید گاز فسفین بشه. اما افسانه‌های دیگه و البته ناگفته نمونه که اعتقاداتی از شیطان پرستان هم در مورد زندگی شیطان در سیاره ناهید گفته‌هایی داره که میگه مکان زندگی این موجود در این سیاره هستش. تمامی سیارات منظومه شمسی مطابق نظم حرکتی خاصی در گردش هستند. اونها همگی به دور خورشید و حول محور قطبی خودشون مطابق یک نظم از پیش تعیین شده در حرکتن. جهت حرکت اونها چه در حرکت انتقالی و چه در حرکت وضعی خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت هستش، به جز یک مورد. سیاره زهره تنها سیاره منظومه خورشیدی که علیرغم اینکه در حرکت انتقالی با بقیه سیارات هماهنگه و خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید گردش میکنه، اما حرکت وضعی اون معکوسه، یعنی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور خودش میچرخه. یعنی اینکه اگه کسی به روی سیاره زهره باشه خورشید رو خواهد دید در حالی که از مغرب طلوع کرده و در مشرق غروب میکنه. پس این سیاره به نوعی متمرده. سیاره زهره در بخشی از سال قبل از طلوع خورشید ظاهر میشه و در بخش دیگه از سال بعد از غروب خورشید. به همین دلیل در یونان باستان تصور میکردن که دو شیء متفاوت رو مشاهده میکنن، اما از همه روشن‌تر و واضح‌تر این که اصلاً اسم این سیاره لوسیفر و لوسیفر به معنی روشنی بخش از بارزترین و شناخته شده ترین القاب شیطانه. یونانیان باستان چون تصور میکردن که دو ستاره متفاوت رو مشاهده میکنن، اسم ستاره صبحگاهی رو لوسیفر و نام ستاره شامگاهی رو هسپروس گذاشتن. تمامی سیارات منظومه شمسی مطابق نظم حرکتی خاصی در گردش هستند. اونها همگی به دور خورشید و حول محور قطبی خودشون مطابق یک نظم از پیش تعیین شده در حرکتن. جهت حرکت اونها چه در حرکت انتقالی و چه در حرکت وضعی خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعته، به جز یک مورد. سیاره زهره تنها سیاره منظومه خورشیدی که علیرغم اینکه در حرکت انتقالی با سایر سیارات هماهنگه و خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید گردش میکنه، اما حرکت وضعی اون معکوسه، یعنی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور خودش میچرخه. یعنی اینکه اگه کسی به روی سیاره زهره باشه خورشید رو خواهد دید در حالی که از مغرب طلوع کرده و در مشرق غروب میکنه. پس این سیاره به نوعی متمرده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از گنبد کبود رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.